ماجراهای آرمین کوچولو. این داستان پیراهن آبی نماز. آرمین کوچولو با پدر و مادرش زندگی میکرد. مادر آرمین کوچولو هر شب برای اون قصه های قشنگ میگفت. یه شب مادر قصه قلی رو برای اون تعریف کرد. توی این قصه مامان قلی وقتی از سفر مشهد برگشت برای قلی یه پیراهن آبی با گلای رنگارنگ سوغاتی آورد. پیراهن آبی قلی گلای قشنگی داشت. گلایی به رنگ سفید، قرمز و زرد مثل خورشید. قلی خیلی خوشحال شد. این پیراهن رو که سوغات مشهد بود کنار جا نمازش گذاشت تا هر وقت نماز میخونه اونو بپوشه. بعد مادر رو به آرمین کوچولو کرد و گفت: خب پسرم، از قصه امشب خوشت اومد؟ آرمین کوچولو گفت: بله مادر جون. و بعد از مادر پرسید: شما کی به سفر میرید؟ مادر که تعجب کرده بود گفت: چطور مگه پسرم؟ شاید روزیم من به سفر برم. آرمین کوچولو گفت: وقتی به سفر رفتید شما هم برای من یه پیراهن آبی میاری؟ مادر گفت: قربون پسر گلم برم، پس شما هم پیراهن نماز میخوای؟ آرمین کوچولو جواب داد: بله مادر جون، مثل پیراهن قلی. مادر گفت: خب حالا بخواب، وقتی که صبح شد یه فکری برات میکنم. آرمین کوچولو خوابید. توی خواب آسمون آبی رو دید که ستاره ها میون اون چشمک میزدن. یه پیراهن آبی هم تو آسمون بود، درست مثل پیراهن قلی، با گلای سفید و قرمز و زرد. صبح روز بعد آرمین کوچولو با صدایی از خواب پرید. کمی دقت کرد، بعد فهمید که صدای چرخ خیاطیه. از جاش بلند شد، دست و صورتش رو شست و به اتاق رفت. به مادرش سلام کرد و گفت: مادر جون، چی میدوزی؟ مادر گفت: صبر کن، وقتی تموم شد میگم. چند دقیقه بعد مادر گفت: خب تموم شد، بفرمایید اینم پیراهنی که میخواستی. آرمین کوچولو از خوشحالی فریاد کشید. پیراهن رو جلوی سینه‌اش چسبوند و در حالی که داد میزد چقدر قشنگ و رنگارنگه به سمت حیاط دوید. مادر او رو صدا زد و گفت: آرمین جان، مواظب باش، کثیفش نکنی. آرمین کوچولو کمی بعد نزد مادر اومد و اونو بوسید و تشکر کرد و گفت: مادر جون، من تصمیم گرفتم این پیراهن رو کنار جا نمازم بذارم تا هر وقت نماز میخونم اونو بپوشم. مادر هم آرمین کوچولو رو بوسید و گفت: فکر خوبیه پسرم.